این اعمالی را که ما انجام میدیم علما را اسلام میگن. نماز اسلام است. بنی الاسلام علی خمس، اساس اسلام. امی برادرای پلیس کسی از خاموش بسازین که مزاحمت میکنن. گفتگو کی کرده رئیس؟ یک تا از جوانا خاموش بسازین. برادر صحبت تا بعد از نماز قربانت شود. خب متوجه باش، نماز اسلام است. قول لا اله الا الله محمد رسول الله اسلام است. دادن زکات اسلام، حج اسلام، روزه اسلام، احکام شرع همه به اسلام تعلق میگیرد. اما باور قلبی ایمان است. با باور قلبی آنچه را که تو انجام میدی، به این معنا که تو اسلام با ایمان یک جا کردی. یک کس میگه من ایمان دارم، خب بریم وقت نماز است، میگه برادر اسلام در قلب است، اسلام در دل است، در ظاهر نیست. قربانت شو. عجیب منطق سخیف. این از کجا یاد گرفتی؟ اسلام در قلب نیست، آنچه که در قلب است او ایمان است. و کسانی که در قلبشان ایمان نبود و ظاهرا احکام اسلام انجام میدادن، وقتی که دعا کردن قرآن برشان گفت نه خیر، شما مومن نیستین. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر. بعضی از مردم ادعا میکند به خدا و به روز قیامت ایمان دارد. قرآن میگه و ما هم بمؤمنین، اینا مومن نیست. قالت الاعراب آمنا. گروهی از بادیه نشینان گفتن آمنا، ما مومن هستیم. خداوند گفت نه، قل برشان بگو لم تؤمنوا، شما مومن نیستین، ولکن قولوا اسلمنا. روزه و نمازی را که بدون ایمان انجام میتین او را اسلام هست، ولی دو ایمان نیست. اینجاست دوستای عزیز که سر ایمان باید کار شود. شاید دیگه پا بکرات گفته باشم خدمتتان، مکررن چه الحمدلله نن سبا په دنیا کې مسلمانان ډیر زیات دي. 1 میلیارد او تقریبا 900 میلیون مسلمانان. لیکن ډیر مشکل دی چې مونږه فیصله کو چې څونه مؤمنان دي. ایمان ډیر مهم دی. د ټول مشکلات چې پیښیږي یو سړی مسلمان دی او بد کار کوي، علت څه دی؟ یا د دې په زړه کې ایمان نشته، یا ایمان وی ډیر ضعیف، په هغه ایمان کې قوت نشته، په هغه ایمان کې قوت نشته، ځکه په مصیبت کې اخته دی. کنه ګوره چې یو صحابي وایي داسې وخت وو چې مونږ چا سره به معامله کوله، یعنی دادو گرفت، چاته مې پیسې ورکړې قرضه باندې، چې 3 میاشتې وروسته 4 میاشتې وروسته پیسې راوړې، په هغه وخت باندې وایي چې د دې ایمان، د دې حدیث مفهوم دا دی چې د خلکو پولیس ایمان وو، چې د ایمان په وجه په خپل موعد باندې، په خپل موقع باندې، په خپل تاریخ باندې هغه امانت صاحب ته ورکوو. نن مشکلات هم دا دي دوستان چې الحمدلله مسلمانان ډیر زیات دي. او کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو عادت چې کله 1200 چې ورسیږي تاسو به هرگز شکست نخورئ. هغه مسلم ته اشاره نه کوي، مومن ته اشاره کوي چې الحمدلله زمونږ خو د اسلام په لحاظ سره خو عدد مو ډیر زیات دی، ډیر زیات. لیکن متاسفانه مومنان فکر کوم ډیر کم دي، ډیر کم یو، کم مومنان لرو. ځکه په اول کې ایمان دی چې په الله باندې ستا باور وي.
ځکه دغه آیت چې ما تاسو ته تلاوت وکړو کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. شپه ورځ یو سړی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي چې په الله باندې د هغه ایمان نه وي، د هغه دعوت ارزش نه لري. ایمان د ایمان په اساس باندې حرکت کوي. ایمان وتؤمنون بالله، په الله باندې ستاسو ایمان وي. دا د رمز د کامیابی د مسلمان په اوائلو کې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بس یو شرط دی، بس کله کومه خبره چې الله کوي په هغه کې دروغ نشته. ومن اصدق من الله حدیثا، څوک دی چې د الله نه زیات رښتین وي؟ څوک نشته. الله یوازې الله دی چې کومه خبره الله کوي وانتم الاعلون، همیشه تاسو سربلند او کامیابی په دې شرط سره چې مؤمنان وانتم الاعلون ان کنتم. لہذا قبل از هر چیز مسئولیت هر انسان ایمان است. وقتی که ایمان به ایمان مشرف شد، به باور قلبی که او به عقیده تبدیل می شود. گاگا ما بین عقیده و ایمان شاید در ذهن دوستایی تو گپ بیاد که عقیده چی معنی داره و ایمان چی معنی داره. ایمان باور قلبی، باوری که هیچ نوع شک و شبهه را نمیپذیره. وقتی که ایمان پخته شد، وقتی که ایمان پخته شد و ارتقا کرد، این به شرايین انسان پیوند میخورد، گره میخورد. کلمه عقیده از عقد یا عقده گرفته شده است، به معنی گره. وقتی که گره خورد، ایمان به عقیده تبدیل می شود. دیگه ای زوال پذیر نیست، از قلب انسان دیگه زوال پذیر نیست. لذا دوستای نهایت عزیز، اولین مسئولیت یک انسان در برابر دین ایمان است و بعد از او عمل به اساس امو ایمان، عمل به احکام دین، به شریعت غرای نبوی صلوات الله و سلامه علیه، و بعد از او دیگرها را به او دعوت کردن. او دیگرها کیست؟ اولا یک وقفه داریم. مشکل در ما، خصوصا کسانی که زیاد با مردم گپ میزنیم و نابودن تأثیر در صحبتمان، اساس ایست که متاسفانه با آنچه که دیگرها را دعوت میکنیم خودمان پابند نیستیم و از آنچه که دیگرها را منع میکنیم خودمان منع نمیشیم. این بدترین مرضی است که قرآن پاک بصراحتا این مرض میکوبد. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ای اهل ایمان، چرا میگین به چیزهایی که خودتان عمل ندارین؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چقدر غضب و مقت، اصلا غضب میگه. غضب خداوند در وقتی میشه که یک انسان مرتکب گناهی بزرگی میشود. به این معنا چقدر سببی غضب خداوند، بزرگترین غضب خداوند میشود آنچه را که به دیگران میگین و خود عمل به او ندارین. آنچه را که به دیگران میگین کبر مقتا عند الله ان تقولوا، به دیگران چیزایی را میگین که ما لا تفعلون، به او خودتان پابند نیستین. گناهی بزرگ. انسان چیزی را که به دیگران میگه باید خود به او پابند باشد. اولا باید تا اینکه او تأثیر خود به جای خود بگذارد و دیگر پیش خداوند مأخوذ نشود. دوستای نهایت عزیز، عمل، بعد از عمل دعوت وقتی میگیم دوستای عزیز، دو قسم مخاطب داریم. یک مخاطبی که در این دین با ما شریک است، مسلمان است. یک قسم مخاطبی داریم که در این دین با ما شریک نیست، مسلمان نیست. به هر دو مخاطب اسلوب و شیوه های گفتگو من فرق میکند. با دیگه کسانی که با ما در دین هستند، مسلمان هستند، یک جا میبینیم که یک برادر مسلمان من کاری ناروا را انجام میده. ای باز متوجه باشین، این باز در دو درجه قرار میگیرد. یک کسی آدمی فهمیده است، یک آدمی فهمیده، رسیده، عالم،
یک کاری ناروا را انجام میده. در اینجا برخوردمان فرق میکنه به یکی یک جوانی که از دین بیخبر است، مسلمان است، مسلمان زاده است، مرتکب یک کاری منکر شده است، یک کاری ناشایسته، ولی خبر ندارد، نمیفهمد که اصلا گناه بود و یا خبر دارد به او اندازی که یک عالم میداند. در اینجا برخورد ما به او کسی که میداند و کاری بد انجام میده فرق میکنه از برخوردمان به او کسی که نمیداند و یک کاری ناشایسته را انجام میده. فرق میکنه، برخوردمان فرق میکنه. به یک کس دیگه قسم به دیگه لهجه ما صحبت میکنه. ببینیم که قرآن پاک هم خود در این زمینه وعید شدیدی را متوجه کسانی میسازد که آیت تلاوت شد خدمت میدانسته یک کاری بد انجام میدن و در آیات متعددی درباره علماء یهود آمده است کمثل الحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال کسانی که حملوا التوراة حمل کرده شد به اونها تورات، کتابی آسمانی، کتاب خداوند، ثم لم يحملوها به این معنی که به او عمل نکردن، به تورات عمل نکردن و طبق احکام تورات عمل نکردن، دعوت نکردن. کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثل خری که بر بالای از او مجموعی از کتابها بار شود. ببینید چقدر بلهجه تون قرآن صحبت میکنه. ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. اگر میدانستن، میدانند، گاه خداوند در مرتبه جاهل قرارشان میده با وجودی که علم داشته یک گناه را انجام داد. در اینجا به این طور مردم که میفهمن و خود فهمیده میگیرن، خود روشن فکر میگیرن، کاری ناروایی را انجام میدن، صحبت فرق میکنه از اینکه یک کسی هست در این مرتبه نیست و او کسی که اصلا علمش کم است، معلومات دینش ضعیف است و او برخورد ما به دیگه شکل است. ببینیم از حضرت قائد اعظم صلی الله علیه و سلم میشنویم که در برابر چنین مردمی چطور برخورد میکنن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کسی میاد در یک گوشه مسجد باول میکنه، نماز هم میخواند، در اونجا جواب چای هم میکنن. صحابه کرام سری و آدم قار میشوند و پیغمبر صلی الله علیه و سری صحابه کرام قار میشوند. بگذاریم مردکه را ور خطا نکنیم، حتی به یا اجازه نمیتن که به او آدم قریب شود. خودشان رفته بعد از اینکه او مردکه فارغ میشود از قضای حاجت خود، دست مبارک به شانهش مانده با چقدر نرمی برش میگه که بچین اینجا جای عبادت است، اینجا در این مکان این رقم اعمال درست نیست. و همچنین یک کسی میگه در اوایل اسلام در نماز صحبت و گفتگو میشد، یعنی به این معنا که شما وقتی در 2 رکعت نماز ایستاد عقب امام میبودین یا در 1 رکعت نماز یک کسی از بیرون داخل میشد پرسان میکرد، از مقتدی پرسان میکرد که چند رکعت خواندین و برش میگفت که ما در رکعت سوم هستیم. صحبت و گفتگو در آغاز اسلام در نماز بود، ولی اون حکم منسوخ شد، باطل شد، دیگه درست نه. و در وقتی که امی حکم منسوخ میشه یکی از صحابه کرام خبر نداره که حکم منسوخ شد است، داخل مسجد شد و مردم در عقب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتدا کردند و از هر کس پرسان کردند که او چند رکعت نماز خواندین، کس گپ